احوالتون چطوره؟ خوبین شما؟ حالتون خوبه؟ حال شما خوبه؟ مهیا خانوم بالاخره بعد از مدت‌ها ما نشستیم دو نفری در خدمت شما. چرا؟ به خاطر اینکه رد پا دوباره داره شروع میشه. به خاطر شرایط ایران یک کم متوقف شده بود سفرها و دوباره داریم شروع می‌کنیم. 2-3 روز دیگه داریم به مقصد سنگاپور حرکت می‌کنیم. فکر کنم نزدیک 2 هفته اونجا هستیم. قراره که یه اپیزود اضافه به پلیلیست رد پامون اضافه بشه، یعنی به هر پلیلیست هر کشوری یه اپیزود اضافه بشه. به پیشنهاد دوستمون سینا که گفت من خیلی دوست دارم قبل از هر کشوری که میرید یه سری حدس بزنید، پیش بینی کنید در مورد اون کشور. تصوراتمون. آره تصوراتمون. اسمش اصلا هست الان تصور ما از سنگاپور که رو کاورم احتمالاً دیدین و هر کشوری بریم قبلش اپیزود 1 این رو میبینید. خب ما هیچ کدوممون سنگاپور رو ندیدیم واقعا. من ویدیو چیزی هم راجعش نشستم آره، این مدت. آره. منم معمولا کم میبینم فقط برای اینکه بریم اونجا با واقعیت بیشتر مواجه بشیم. حالا یه سری سوال از اینو میپرسم که کجاها باید بریم و اینا. در نتیجه این ویدیو این شکلیه. قبل از هر مجموعه رد پا و هر کشوری قراره که ادامه پیدا کنه. یه ویدیو هم که آخر اون کشور هست که نتیجه گیری و جمع‌بندی و امتیازه که خیلی اونجا جالبه. ببینیم دیگه واقعی شده. آره ببینیم امروز چه فکری کرده بودیم و چی شده بود. من یه سوال میکنم از تو که در واقع این سوالا توی همه ویدیوهای کشورهای مختلف قرار ثابت باشه. اولا که در مورد شهر تصورت چیه؟ در مورد سنگاپور تصورت چیه قبل از اینکه ببینیمش؟ ببین من تصورم از سنگاپور و ژاپن خیلی به هم نزدیکه. ژاپن هم خب من تا حالا نرفتم دیگه، طبق اون چیزایی که تو تعریف کردی و اینا احساس میکنم نظم و تمیزی و اون سکوت تو خیابون و خیلی دیسیپلین و ایناشون فکر میکنم به هم شبیه. اینجا رو باهات موافقم. ببین ما همیشه شنیدیم از این ور اون ور که بعد دقت کردی هر کی از سنگاپور صحبت میکنه یه کلمه آدامس همون لابلا میشنوی. آدامس هم نمیشه خوردا فلا، یعنی ما ایرانی‌ها ملاکمون واقعیه. احتمالاً واقعیه. بله 100%. من شنیدم که توی فرودگاه هم مثل که نمیتونی اصلا این چیزا رو داشته باشی و تو خیابون حالا منظورش اینه که آدامس رو نمیتونی بندازی، وگرنه آدامس خوردن که بعید میدونم جرم باشه. حالا میریم اونجا میبینیم واقعا جرمه. شاید واقعا باشه. منم تصور خیلی جای خیلی 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 زیاد تمیزی رو دارم، حتی از ژاپن تمیزتر فکر میکنم باشه. احساس میکنم جای خیلی مدرنیه، یعنی تاور رو از اینجور چیزا زیاد داره. و دیگه تو چی فکر میکنی در مورد شهر؟ من فکر کنم غذاهاشون هم خوشمزه است. خواستم برسم به اونجا، تقلب نکن، زود نگو. آره نه فعلا در مورد شهر. در مورد شهر احساس میکنم کوچیکه. خب خیلی، یعنی مثلا با تاکسی شاید مثلا مسافت زیادی تو راه نباشیم، حالا چه تاکسی چه نمیدونم وسیله نقلیه عمومی دیگه احتمالاً داره دیگه، مترو فلان اینا. فکر کنم خیلی بزرگ نباشه ولی مطمئنم چیزایی داره که ما خیلی ازش تعجب کنیم. خب مثلا میدونی چی؟ مثل اون تو ژاپن تو یه جایی رفته بودی یه چیزای ویژوال باحالی داشت. آها تیم لب. خب فکر کنم از اون چیزا داشت. فکر می‌کنی مردم سنگاپور چطورین؟ آروم و یواش مثل اندونزی. آروم و یواش مثل اندونزی. دیگه چه خصوصیتی ازشون حدس میزنی؟ شاید مهربونن نیستن؟ یه کوچولو شاید از اندونزی جدی‌تر از آدمای اندونزیان؟ اندونزی همه آدم‌ها اینجوریه. آها پس اونقدر آروم و یواش هستن ولی جدی‌تر از مردم. جالبه، بریم ببینیم چی میشه. فکر میکنی از چیه سنگاپور از همه چی بیشتر حال میکنی؟ غذا؟ واقعا من فکر نمیکردم از بیشتر از هر چیزی از غذا حال کنی، به خاطر اینکه آسیا شرقیه به هر حال دیگه. یعنی ما اصولا از سوشیای خوشمزه سوشی آخه واسه سنگاپور که حالا خیلی عجیب بود جوابت. نمیدونم من خودم ببین سوشی خب مال اندونزی هم مال ژاپنه ولی هر جا تو اندونزی سوشی خوردیم بست بود. من فکر میکنم از تمیزی بیش از اندازه خیلی حال کنم. نمیگم نظم و مقررات، چون فکر کنم ژاپن نظم و مقرراتش شاید اینجا بیشتر باشه، ولی فکر میکنم از تمیزی بیش از اندازه. فکر میکنی امنیت سنگاپور چطوره؟ خیلی عالی. فکر کنی خیلی عالی؟ یعنی فکر میکنی که امتیاز 10 از 10 تو امنیت بهش میدی اون روزی که امتیاز میدی؟ من فکر میکنم امنیت سنگاپور رو همون 9.5 10 قراره که امتیاز بدم. هیچ پیش بینی ندارم، یعنی نمیدونم، پیش بینی دارم هیچ علمی ندارم که بدونم چه جوریه. فکر میکنی چی غافلگیرت میکنه اونجا تو سنگاپور؟ نمیدونی؟ یعنی فکر میکنی چه چیزی برات عجیبه اونجا؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ من به این فکر کردم که احتمالاً شاید یه سری رسم و رسومای عجیب غریب. آره یا یه سری مثلا رفتارها و مقررات مثل همین که میگن آدامس نخوری. من فکر میکنم که اونجا یه سری چیزایی وجود داره که اینجا مثلا تو ترکیه یا تو ایران خیلی عادیه و اونجا اصلا عادی نیست. مثلا بهت میگم
اینی که مثلا نباید نوشابه بخوری با غذات. خب یهو از این کارا مثلا چرا؟ چون مردم مثلا معدهشون فلان میشه. احساس میکنم یه چیزی در مورد قوانین برای ما خیلی عجیب به نظر میاد و ما بعداً تو ویدیو آدامسن واقعا اگه واقعی باشه خیلی عجیبه. فکر کنم واقعی. حالا الان مطمئنم تو کامنت های این ویدیو خیلی‌ها که سنگاپور رفتن همه اینا رو میان مینویسن و اینا. مثلا این کامنت رو خیلی نخونم. شاید ایرانی هم باشه که اونجا زندگی کنه. حتما هست، مگه میشه نباشه؟ آره 100% چه حرفیه. خب فکر می‌کنی غذاها چطوره این قسمت مورد علاقه؟ همون سوشی بازی و اینا. سوشی بازی و اینا. خب فکر می‌کنی غذاها رو دوست داری؟ آره. همه یعنی فکر می‌کنی از 10 تا غذایی که اونجا امتحان می‌کنی چند تاشو دوست داری؟ 8 تاشو دوست دارم. آخه من کلا بد غذا نیستم. فکر می‌کنی؟ من فکر می‌کنم که در مورد غذا من نصفشو دوست نخواهم داشت در مورد غذاها. فکر می‌کنی با چه چیزی از سنگاپور ممکنه حال نکنی به طور کلی؟ من میدونم و جواب تو. فکر کنم شاید نایت لایف نداشته باشه. من فکر کنم تو با شرجی بودن بیش از حد سنگاپور. من فکر کنم خیلی شرجی باشه و تو احساس میکنم که از شرجی بودنش حال نمی‌کنی. در مورد خودم ولی چون اون برام خیلی مهم نیست دارم فکر کنم از چه چیز. من احساس میکنم از خیلی کوچیک بودنش حال نکنم. یعنی احساس کنم که توقع جای بزرگتری رو داشته باشم و خیلی خیلی کوچیک باشه. میدونم جای بزرگی نیست. من بعدم نمیاد. میدونی چون خیالم راحت میشه که همه جاشو میتونم ببینم، مثلا چیزی از دست نمیدم. فکر میکنی سنگاپور چند از 10 میگیره روزی که امتیاز بندی میکنی؟ فکر کنم خیلی خوب امتیازش. یه جواب بده مثلا. 9 هست. فکر میکنی سنگاپور 9 از 10 میگیره؟ خیلی عجیبه امتیازی که داره میده. قشنگ سنگاپور و ژاپن کنار همون قضیه که واسه ژاپن، حالا ژاپن یه ذره بیشتر واقعا ذوق دارم براش، ولی فکر کنم سنگاپور هم خیلی بهش نزدیک. من فکر میکنم سنگاپور امتیاز 8.5 بگیره و تو فکر میکنی 9 میگیره. آره در مجموع این که دید ما نسبت به سنگاپور خیلی خیلی دید مثبتیه، هم از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، شهر، نمیدونم اینجور چیزا احساس میکنیم که خیلی اتفاقای مثبتیه. و یه چیزی فقط میتونه بره تو مخم، اگه دوباره اونجا هم جونور طوری باشه، یعنی مثلا مارمولک زیاد باشه و اینا. والا تو که الان یه جوری با مارمولکا دوست شدی و همه تعجب میکنن. آره ولی حوصله ندارم دیگه. بعید میدونم، یه شهریه که مدرنه و بعید میدونم که تو با این داستان مشکل داشته باشی. حالا میگم الان تو کامنت ها خیلی آدم الان اسپویل میکنن سنگاپور رو، من سعی میکنم اونها رو سریع رد شم. من فقط قبل هر سفر یه سری ویدیو نگاه میکنم که ببینم که چه چیزایی در واقع ممکنه که به دردم بخوره، بدونم مثلا سیم کارت چی بگیرم و فلان. آخه من مجبورم بدونم سیم کارت چی بگیرم، کدوم مترو رو سوار شم، این کارو بکنم بهتره نکنم بهتره. و حالا من میسپارم به اخبار. بله بچه‌ها راستی حالا که دوباره رد پا داره شروع میشه، البته تو اینستاگرام ما خیلی زیاد میبینید دیگه، اسپانسر کل مجموعه رد پا رو دیگه فکر کنم تا اینجا همتون شناختید. بله مجموعه کوکاربور که دوستای خوب ما هستن. من نصف چمدونم گفته باشم از الان کوکاربور ها. چیزی بدبخت شدید. من میگم اسپانسرشیپ کنسل چیز سنگینه فلانه. من الان ممکنه جز قوانین نذارن شما من بدون کرمام، شامپوام، نرم کننده هم نمیدونم اسیر شدیم. یعنی همین جوری قروفر داشت کوکاربور اومد این دیگه. ببین شامپو برای موی سیاه فر، شامپو برای موی قهوه‌ای مثلا باد خورده، نمیدونم برای هر چیزی مگه میشه چیزی وجود داشته باشه. بعد ما پسرا کرم صبح داریم، کرم شب داریم، کرم دور چشم. ما پسرا با شامپو بدن سرمون رو میشوریم، با شامپو سر اصلا همینجوری نمیدونم بدنمون رو میشوریم. لباساشون هم با همون، لباسامون هم لازم باشه با هم میشین. اصلا چه اهمیتی داره آخه؟ خب به خاطر همین دارم دیس میکنم اسپانسر رو. تا برنامه‌های بعدی خدایا خدا نگهدار.